امروز آمده ایم که به سوال دیرینه و همیشه که آیا سیتیوس قضاوت یافته صحبت کنیم. و اینکه نیست، واقعا نیست. اون جدی باشه، نه سوزلایکه نه بازی خوبیه. بازی بدی نیست اما بازی خوبی با هم اینکه نیست. مثلا ایرادات مختصری داره، اما از نظر من بازی خوبیه و اونجوری هم ندید. نه اونجوری هم نرید، اما خب واقعیتون میتونست جا بهتر باشه دیگه. چرا ما باید با یک لباس و یک شمشیر تا آخر بازی بریم؟ درسته از نظر که آخر بازی مثلا هیچ تنوع آنچنان خاصی نداره، اما خب برای یه بازی نهایتا 22 ساعته منطقیه که دیگه مثلا باشه. به هر حال بازی نهایتا 22 ساعت و یه جورایی میشه گفت قدم بوده. درست این 22 ساعته، اما مسئله اینجاست که آیا واسه هم 22 ساعته یا نه. اکثرا که 22 ساعت نیست. اولا دوم که بازی داره یک مکانیزم داره که شما اگه زیاد داخل بازی بمیری یک سمی اصطلاح پخش میشه، یک بیماری بین ام پی سی پخش میشه و ام پی سی هم میمیرن و این باعث میشه بازی لنگ بشه دیگه. یعنی چی؟ یه بازی سخت که ظاهرا میخواد سوزلایک باشه اما نیست. همچین مکانیزمی که شما بکنید اذیت میکنه، مثلا مکانیزم دارکوز 2 که اگر شما بری و پشت سرم بمیری تیکه عمرت کم میشه، با تیکه عمرت کم بشه دیگه کارت تمام. اینجا هم شما موقع چند بار میخواد بمیری مثل بازی کنی که اصلا آشنایی نداره. تا که سوزلایک بازم باشه بیاد داخل این قطعا فرق، چون سوزلایک نیست این بازی نظر مکانیزم وارد کاملا اصلا میپاشه و بارها و بارها و بارها میمیره، بعد تهش هم خودی که دیگه خدا نگه صفر کو بازی از اول. این چه مکانیزمی باید میشه بازی کن تا آخر بازی هم که شما هیچ اسکین نداری، همون لباس و همون هیچ زری داخل بازی نیست، هیچ استراستی داخل بازی نیست، هیچ شمشیر جدید داخل بازی های چی به چی تا آخر بازی که تمام شد تازه میگه بهت اسکین جدید میده. خب چرا تا آخر بازی باید بری تا بهت اسکین جدید بده؟ تکراری نمیشه تا آخر بازی با یه اسکین هم واسه ترام ساختاری که داخل هر بازی یک آرمزره و آرمر و شمشیر و چیزهای مختلف میذاره. اصلا بازی آر پی جی نیست. اصلا یه بخش از سوزلایک اینه که بازی یه حدود آر پی جی داره، یعنی بازی آر پی جی آر پی جی اول که بزنیم منطقیه، اما خب این در نظر داشته باش درسته که این مکانیزمی داره، اما خب این مکانیزم دلیل نمیشه که بازی مثلا نسبت نابود بشه. و اینکه میگی این مکانیزم خیلی مثلا متفاوته با همه چی دوره، خب یه جوری هایی که تو میگی هم نیست، چون که مثلا من خودم به شخصه الان مثلا به سه بار بازی تمام کنم ولی وقتی مثلا میرسم همین بار مثلا نیکی با فشلای باز هم مثلا چهار بار مثلا داخلش ببینم و اینجوری نیست که مثلا خب مثلا دیوار کرده، نه ممکنه مثلا چیزهای جدیدی هم حتی پیدا بوده. و اینکه تو مثلا این چی میگی که بازی مثلا متفاوته واقعا اینجوری هم مثلا یه راست نمیشه. نه درسته که یک راست و مستقیم نمیشه، اما در صورت اونقدر هم چیز نداره. خب فرام کابل میتونست لباس جدیدتری بذاره، میتونست شمشیره بیشتری بذاره، میتونست به چیز جدیدتری بذاره که بازیکن باهاش مشغول. خود این بازی RPG نیست، بخواد همچین کاری بکنه و بیشتر بازی
یک به هر دوشم حال تو داری به به هر هر حال حال تو داری میگی آقا چرا مثلا استیل بازی من دارم میگم آقا بازی خطی معمولا زیاد چیز مثلا بیشتر به اینکه مثلا قوی تر بشی و کارهای دیگری بکنی هست و بازی‌های خب من هستن میگم که تا تا آخره پیشرفتی میری خواستم اینت بهت بگم که بازی‌های هستن که تا آخر بازی یه شمشیر داره یا نهایتاً دو تا شمشیر داره ولی بازی قشنگی مثلا گاد بازی بدی خب من دارم چی میگم گاداوار تا آخر بازی تو کاراکتر پیشرفت رو میبینی گاداوار 2 رو چرا نگاه نمی‌کنی؟ چرا گاداوار 3 رو نگاه نمی‌کنی؟ چرا گاداوار 2018 رو چرا نگاه نمی‌کنی؟ بعدش هم اگه بازی دیگه هم نیستم چرا تو اونا نگاه نمی‌کنی؟ بعدش هم مثلا از این بگذاریم اوکی کاراکتر پیشرفت نمی‌کنه چرا شخصیت اینقدر مسخره شخصیت چرا اینقدر هیچی نداره نمونه شخصیت شخصیت ایشین آشنا یه کمی ابهت و عظمت داره و اینا بقیه دیگه شخصیتی نداری داخل مثلا هر تو درست حسابی بزنه شده درست ما دارتو یک رو نگاه میکنه تو یک کل شخصیتاش میمن توی فیلم کل شخصیتاش معروفن این طرف سفیو نگاه میکنه روی پیشین آشنا نباشه بقیه دیگه هیچی نداره واسه اسکاپری که میتونست اسکاپری که اون داخل اون دوباره مجسمه سازی که داره مجسمه سازی میکنه میتونست خیلی چیز محکم‌تر با داستان انفیبل باشه و خیلی حرف‌ها و دیالوگ‌های انفیبل بزنه این ماندگار بشه اما ماندگار نیست نه دیالوگا یه جورایی ممکنه انیق نباشه و یا اینکه کاراکتر هم مثلا همون میگم یا قبلی سوزنا که با پای حساب بکنی خب این خیلی ضعیف داره ولی خب همونطور که گفتم میاد وقتی میخواست یه ایده جدیدیه در واقع سدس و اینکه دیالوگا و همه شخص داستان و اینا واقعا به بازی در آورده و نمیشه مثلا بگی یه خیلی هم خراب بودهش دارم میگم درسته مثلا مثل بازی الدرینگ یا مثلا داستان 1 و 3 اینا یه جورایی داستانش عمق نداره ولی خب اونجوری هم نیست که مثلا خیلی سطحی باشه داستانش یه عمقی داره یه هم عمق بهش دادن ببین اول مسئله داستانه ها داستان یک کسیشون داستان عمیقی دارن اما داستان هم به شکل داستانی داستوزی داستانه یه بازیه که عموما داستان درش زیاد تاثیر نداره چرا چون مثلا بازیکن به داستان نیست که بخواد به ما داستان پیش بره این دوشم داستانش پخشه داستانش محیطیه اوکی سکیرو بازی سعی کرده به سمتی بره که داستان به حالت خطیگونه‌ای پیدا کنه یه حالتی پیدا کنه که تو دیگه اون سیستم کامل سعی نکرده که بازیش نه کامل سعی نکرده اوکی کامل سعی نکرده اما خب به سمتش که رفته سعی کرده که اینطوری باشه درست اوکی تو دیدی به سمت ببینید ما داری در مورد داستان یک صحبت میکنیم با اینکه داستان پخشه با اینکه شخصیت این مسیری مستقیم نیستن شما مثلا داخل داستان دیگری بازی میکنیم سولیر در مسیر داستان شخصیت کاملا مستقله اوکی این تو یک شخصیت مستقل داری درست میکنی اینکه بتونه قدرت پیدا کنه و معروف بشه خیلی سخت‌تر از این روی شخصیت بازی مسیر داشته باشی مثلا یک مسیر داشته باشی که این مسیر داستانی کل این شخصیت‌ها بهش مربوط بشن و یه بخشی از اون مسیر داستان کلی باشن و در نتیجه اینجایی که یه بخشی از داستان کلی هستن نیازمنده که این شخصیت‌ها قوی‌تر باشن ماندگارتر باشن اما در صورت نیستن خودی برای یه کسی بس نیستن نیازاتی واقعا خب یه جورایی میشه گفت خیلی بد عمل کرد تو داستان برای بازی ولی خب یه جورایی بازی یک قدم مثلا یه داره حرف میزنی بد نیست نه بد نیست قابل قبوله من خودم بده من نمیگم بده من میگم اون که سوزلایک نیست هر بازی که سخت سوزلایک نیست چون قرار بود هر بازی که سخت سوزلایک باشه کاپیدم سوزلایک محسوب میشه اون با سوزلایک علمانه مختلفی داره اما مسئلهش سر اینه که خیلی جا خراب کرده خیلی جا اونجوری که باید باشه نیست یه بازی در 6 و 7 از طرف دیگه از نظر بازی هم تو از اول تا آخر بازی هم فقط دیفلکت دیگه تو فقط باید دیفلکت کار میکنی هیچ تغییری هم نداره ولی خب این که بسنجی و ببینی چجوری بقیه دیفلکت بکنی خیلی مهمه بازی حالا چون که دیفلکته مثلا بد نشده اتفاقا مثلا تو دیفلکت کردن مثلا گینیچه رو با دیفلکت کردن مثلا همون ویله خیلی فرق داره تا دیفلکت کردن این لیدیکاپ لاینا ممکنه مثلا خیلی سرش بودن تو باز خوب بودن بازی که تمرکز روی دیفلکته چرا یه دفعه تو بعضی بازها باید بیاد و کلا دیفلکت رو بذاره کنار بگیم در رو به هر حال چون نیازاتی
خودش خواهد خواهد خواسته مثلا یک کمی هم آن سوزلایف بعضی دو تا اوکی نه کن این سوزلایف سیستم رو خراب کرد دیگه یه جونه اشیا این سیستم رو ریخته بهم دیگه این ایستری سیستم رو زده بازی ها چون مثلا نهایتا دو تا باز هستن که همچین چیزیه و خب میتونی بگی آقا یه ایستری زده بازای نه این نمیشه گفت ایستری اصلا مرد به اصطلاح تعریفش فرق میکنه مثلا ایسترگونه نیست مثلا این اومده سعی کرده که یک چیز رو بسازه و خراب کرده مثلا الدرلینگ یک بازیه که برای سکونوردی و برای پلتفرمینگ درست نشده اما به زور چپاندنش توش تو پلتفرمینگ تو الدرلینگ داری چه ربطی داره پلتفرمینگ تو چرا باید باشه چرا پلتفرمی که ما بذاری داخل یه بازی مثل الدرینگ اما هست به زور چکوندن اون مسئله رو یا آقا پلتفرمینگ باشه نه دقیقا مسئلهش هم هست اینجا هم چکوندن آره نه توی بازی از این فتای از باز ببینن که آیا این دو بازی طول میشه خب میخوان یه جورایی بفهمن آقا فتا بکنن و اینکه ببینن آیا این بازی این داره میشه چون اولین بازی شد یه همچین سبکی داره و حال اینم باید در نظر بگیریم 100% فرزانشو بدم اما مسئلهش اینه که اون بازی معرکه فلانی هم نیست نه معرکه نیست در صورتی که توی خیلی ها دارن پروژه میدن ولی خب بازی بدی هم نیست یعنی وسط دوباره هست و اینکه اون گرافیکش اینجوری یک آرت آره 100% خب کانون گرافیک از گرافیک به جای خود من طراحی باسا خیلی قشنگه محیط ها خیلی قشنگه ولی خب آره مثلا توی سیستم محیط طراحی موضوع توی سیستم ولی خب آره توی سیستم ها یه کمی مثلا بد عمل کرده ولی جور افتضاح عمل نکردن مثل دارک خیلی بازی قابل قبول‌تری حساب در صورت بازی تکمیلی نبود اما دمش گرم که ساخت چون متفاوتی اما خیلی بهتر میتونست در بیاره قشنگ بود اما میتونست خیلی تخمیتر در بیاره نه مخالف شانس ولی از نظر بگید که اولین بازی در همچین زده و میشه گفت که آزمون خطاب بود نه ببین قبول ندارم دیگه آقا اولین بازی فرام سافتور در این ساخت بودن من بازی حکم اساسی دیگه میگه بیشتر حکم اساسی آره دیگه با یه بازی اصلا اولین بار در گیم به این بازی فرام سافتور خوبه همچین کاری مثلا یه ولی خب ساختم خوبم در آورد آره اوکی دمش گرم و اینکه آیا این بازی به ارزش بازی کردن برای اونم طبیعیه داره چون خیلی از دیگران بهتر قوی‌تر هست بازی کردن حال کردن اینکه بازی حتما دیگه خیلی شاخش کردن اون بازی باید یه از این ایرادات هم هست آره 100% چی درش نیست در کل یه جمع‌بندی بود دیگه بازی دوستای و این قسمت یا اصلا و میشه گفت دقیقا آرت گیم در واقع مسئولی از آرت گیم و خب خودم به شخصه چند بار بازی کردم ولی خب اینجوری نیست که بیام مثلا بگم واه عالی و اینا خب بازی در اینجور جاهای ضعیف عمل کرده و در نهایت سینیور عزیز آیا چیزی داری که بگی؟ نه دمش گرم همین سیستم خاصی بگیم و امیدوارم سلامت باشین کانال تلگرامی هم در دوست داشتین دمتون گرم دمتون گرم تا ویدیو بعد وقتی با ما نصد ما کانال تلگرامی در میشینیم صحبت بکنیم و خدا نگهدار و نگهدارش